شهرداری دوشنبه از وزارت کارهای داخلی خواسته است معلوم کند که پشت صحیفه‌های ساخته با نام رستم امامعلی رئیس این شهر کی ایستاده است. در فاصله 2-3 ماه اخیر در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک 3 صحیفه با نام رستم امامعلی فعال شد که به نشر خبرهای مربوط به فعالیت شهرداری مشغول است. در یک مدت کوتاه 10 نفر از دسترستر شدن تماس با رئیس شهر قناعتمند شده تلاش کردند با او رابطه دوستی برقرار کنند. بسیاری ها در این صحیفه شهرداری دوشنبه را تبریک کرده برخی عرض و خواهش‌های خود را هم به این واسطه به او رسانیدند. ولی مقامات شهرداری میگویند این صحیفه ها به رستم امامعلی هیچ ربطی ندارند و کار تا جایی رسید که از ساختارهای حفظ قانون سنجیدن مؤلفان صحیفه های فیکی را کردند. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی رئیس شهر دوشنبه گفت برای معلوم کردن صاحبان اصلی این صحیفه ها به وزارت کارهای داخلی مراجعت کردند. او گفت هرچند در این صحیفه ها تاکنون حرفی بدی نشر نکردند اما استفاده از نام شهردار کاری درست نیست. این در حالی است که از 4 صحیفه‌ای که به نام گویا رئیس شهر باز شده است یکیش به سوال کاربران پاسخ هم می‌دهد. 2 هفته پیش در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی هم کاربر یکی از این صحیفه ها گفت واقعا این صحیفه به رئیس شهر تعلق دارد و او یک زیردستش هست. او گفته بود که روزهای نزدیک رسما در این باره خبر نشر خواهند کرد. در تماس روزی 18 میون وقتی به کاربر صحیفه گفتیم که شهردار به وزارت کارهای داخلی عریضه نوشته خواستار تحقیق این صحیفه ها شده است پاسخی نداد. باز شدن صحیفه با نام شهردار دوشنبه و نشر پیام ها از نام او در حال است در تاجیکستان شمار کمی منصبداران در شبکه‌های اجتماعی فعالند. دوام 2 هفته بیش از 1000 نفر به صف دوستان او پیوستند. از منصبداران بلندپایه محمد سعید عبیدالله شهردار سابق در فیسبوک صحیفه داشت که با کنار رفتنش از این مقام آن دیگر فعال نیست. خدمات مطبوعاتی امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز در شبکه‌های اجتماعی صحیفه دارند که از جانب خدمات مطبوعاتیش اداره می شود و تنها لینک خبرهایی را پخش می کند که در سامانه رسمیش نشر می شوند. به فرق از دیگر کشورها منصبداران تاجیک شبکه‌های اجتماعی را تا حال همچون پایگاه برای اظهار نظر درباره فعالیت کاری خود و تماس غیر رسمی با مردم استفاده نمی کنند. از همین خاطر هنوز هم شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان به پایگاه برای اظهار نظر منصبداران تاجیک تبدیل نیافته است.